بچه قضا چای مخوری تو چیز گفت بلیست تو والله شیر چای اگر نخریم گناه نشان بده این سکر وای گاه خوردی خلاص کردی سلامت رو به خدا او بچه تو باز آمدی پیدا شدی چیکار کردی دیگه بشک به خدا بشک ماما چطوره موسم امروز خوب امروز گرمیه زیاد بسیار خوبه نه او بچه تو منده شدی بیچاره کار میکنه چی موگی بشک به خدا سیت جانم ستورین خوبین جانم خوب هستین یا قصه کنم این واحد انسان است که شیرچای را میخیا مخوره امی آن دیگه مت قرط نه میخیا مخوره به خدا یه پسر خطرناک آدم برشته یاره نه خسته شد زیاد کار کردیم والا بسیار زیاد چای نمیخوری سیت یه جانم چای است من یه نه بسیار بهترین شیرچای جوړ دیرم که است من چاکلیت جوړ انداز کړه بسیار بشک به خدا ये دیگه دود نی دود که پتی دیگه این پتی که دوده بشک به خدا سلام شما را این پتی خوب موسم نه بسیار خوبه موسم بسیار خوب است بشک از ما مزوره دبل I love you 2 3 از ما 4 5 السلام علیکم دوستای عزیز دوستای قدرتو ان شاء الله که هر جای دنیا باشین گل گلزار باشین خوشحال باشین که تبلیغ کرتی دوستای عزیز بازم که یک چقای ویلوگ در خدمت شما هستم اسم دوستای عزیز امروز وینا ویلوگ مو است دوستا بردی از این دولای مو که است بچه‌اش تازه امروز 3 ساله شده دوستای عزیز دیگه بس دعوتی کردم معرفی کردم دوستا دیگه منجی که جوانا کردن والا که بچا دیگه میخوای بردی شر مناو کنین دوستای عزیز ان شاء الله بچه 3 سالش تا خدا عمر بده دیگه دوستا شما که از اون تاخیر پروگرام باشین که مو چیکار منی چیکار نمانی پروگرام چی است ان شاء الله میگردین باشین تاخیر ویلوگ دیگه فی الحال او دوستای عزیز دیگه پروگرام از ما جاری است دیگه ما دیگه امروز آشپز شدم دیگه اینجا در پیاز اشتم سرخ شونه دوستا دیگه گوشتم آماده اینجا چاول دوستا مسالم دو اونجا دیگه ان شاء الله سرخ شونه بخیر گوشتار بینازم که دیگه جور کنم برای جوانا مایا بخیر دیگه پروگرام از ما میش دبروه دیگه بچه ها اینشته داره و تاش بازی مونن واری مایا تاش دیگه بشک اینا منجی یک رنگ ولی جاش هست دیگه رنگ دیو بچه رنگ دیو بالک میدانه بشک اوه ساعت دیگه ده خلاصیه دیگه یکم آب خوش کنه از بخیر دم بدم شده دیگه توخن شطور مایه دیگه دستا شما توخن تاخیر بچه ها دیگه ساعت تیره اینجی خود یقینت نداره ولی موینی جگه که رسیدی خودی تو بازیات بود اینجا 6 مایه فعلا نه 6 مایه دبل لگا تو دبل آماده دی نه 6 بار دیگه عظیم منده سامینگرین اینه دیگه کیک مامات دیگه ببرم میره بال برای احسان جان که بس بردیش بخیر انجوی کنه انجوی او بچه میدی مگه باید ده میدی سیر صاحب مگه باید ده نه خدا نکنه خودت خبر این بچه خب فقط آبرو هرکس که باید بود اون زیاد جشور مونه بور دنیا دا امید خورده شده خورده شده آه دیگه آماده دوستا دادم تدوی دیگه دادم اشتون میرم تو خونه کسی شایی بور میشه دیگه اما چطور چه گفتنی داره تشکری منی بشک والله جیو یک میخواد یا خلاص یا جواز بازی رو بوده شش یک وای بوده یک دنر ببر آقا خراب ولا دیگه دیگه فهمیدی آماده شد دیگه کسایی که کسایی که نیه جایش خالی خلاص بازی بس همون تایت بریانی جس کی احمد فواد جانه دیگه ولا چیکار کنی بچه ها دیگه میتونم پروگرام میشه فهمیدی دیگه فواد تو باید دیگه کس که ما نیم دیگه از نه خلاص خلاص تمام نور بار مکرد ايش بيع شرم خبال شو بقى يا ولد فايده لا تقول مخيا
باید چیکار کنی دیگه فهمیدی؟ دیگه ما مادر آقا می چی گفت؟ کسایی که اصلا خوبه کسایی که جاش خالی دیگه آقا می خود چی گفت؟ دست خیلی دوستان هم داریم روز کسایی که ماده نوش جان چی کسایی که نماده فهمیدی دیگه بازم نوش جان اشپز مو فواد جان جواز برده ما بایدم جتنی خط واسه باشه روی برابر بودی خط دبل جست این دیگه فوکس کو برای نان بله یک رجب چیکار نه یار یک دیگه من دست خط احمد چی گفتنی داره دی بالا علی احمد بهترین بریانی تو زد دیگه وای چشم باید غیره نفر باید داشو مقرر بوده خیا نفر باید داشو تاریخی والا باید داشو یک باید دو نواش یک خوش آمد بریانی انا کا بزده نفر بود والله زبردست زبردست بریانی مذهب خالی یک نفر بویشی آدم را گوشنانه یک زما یک از رما یک فهمیده دیگه تجربه 12 سال ما بچش آدم بالانات بل یخشنا نه آدش صاحب رمضانی میشه جواد فهمیدی والله دا کربلا را یک ولا ما کو شروع ما کدم فهمید یوتیوبری ره دیگه خلاصش نام نه دیگه فهمیدی چیکار کنی دیگه دوستا باز تو یاد میگردم جوار باش تبریک گفته شده دیگه خو دیگه آقا یوتیوبر از ما هپی بردی یا چی میگه هپی بردی تو یو جواد چی گفتنی داری برای ملت حبیبا بشویا امو طرف خدا این دا قول بلو او مردم چیز کار منین او مردم خیر کو دیگه رسید قسمدار خوب جایا خیره میرسه ٹینشن نکنه زیاده 20 پرچمدار 20 درای واسط اجازه آتیسان چطوری والا شکر دیگه بیشک والله جات خالی دیگه امیر دم قول بلار کس کی بنشنا من دا میرا آتیسان او بالانداز بسم الله الرحمن الرحیم شکر الحمدلله رب العالمین شکر الحمدلله رب الشاکرین این تعودوا نعمت الله لا تحصوها ان الله لغفور رحیم برحمتک یا ارحم الراحمین برای شادی روح اموات رحم الله ما یقرأ الفاتحه مع الاخلاص والصلوات اللهم صل علی محمد و آل محمد بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن خانه آباد بسیار مزدار بود خدا بچه تر عمر بده خدا برایت نگاه کنه 100 ساله کنه برای تو خدا بچه تو 200 ساله کنه انشالله بالکل چه یک ماه از مهدی منده چیه مادو چی میگن بچه بارا عزیز چیه مادو منده لکه چیه میزره چیه نمایه 10 سالم چیه نمایه لکه بایا مهدی بچهش بایده ده امزنال تو رو مگم بایده ده نه خدا نکنه بچه تو چی میگه احمد ای بارا والله ما بروسه دارم بروسه داره ما کو ندارم بچهش ما مگم بای میده از یک گفتگو دیگه بای میده باور کن مال کوریم پرش تکس برده نمیکنه حالا مینگه دیگه تاخیر چیکار میشه سر زده به شکی اینجی تو ما امروز برده تیا بگو آلیس کوت نه برده سوی امروز اصلیه تو خبر داری خودت یا نه خبر داری بشک چند ساله شده اینجی تو چند ساله شده 3 ساله کنو نخون خیزه ولا کنو 3 ساله شده بشک تولد مبارک یا شمخار خودتو یه والا خیلی چی شد؟ احسان سکال منی تو کٹھا شده دیگه لیا نکزو والا
مهدی جانم چی شد پروگرام در کجا رسید؟ یار پروگرام د آخریات است لیکن بازم دوستان رفیقای بازی کرده یا اینج لڈو بازی نه اونجا تاش بازی بشک نان هم نان خوردی ماشاءالله زیاد مزه داشت خوب جوړ دی خانه اسمت احمد خانه استوم آباد انشاءالله کی بابی جلدی بایه انشاءالله خانه تمام آباد خانه پرنس عزیز دیگه ما مرافسن دیگه پروگرام رو برگزار کردیم بردی بچه اسمم بود دوستان دیگه بردی خلاص شد دوستان از نان خورد دیگه ما جواجان بدرشت دیگه تازه دیگه که میچه بولی بخیر طرف خانه دیگه دوستان چطور به جواد پروگرام خوب شد بود مزه کرد یا نه پروگرام بچه نان خوردی بسیار دیگه دوستان بسیار زبردست داشتیم روز خوشی بود دیگه دوستان مندار بود تاش بازی کدو بود دورو بازی کدو بود تکنیک پخته کردی دوستان دیگه پروگرام امروز همین بود دوستان دیگه شد خلاص دیگه دوستان عزیز امید دارم که از این ویلوگی بردی خوش آمده باشه دوستان عزیز انشالله دیگه خیال خبر میگیرم دوستان انشالله ملاو باشه در نیکس ویلوگ دیگه در نیکس ویدیو دوستان عزیز دیگه خیال خبر بگیرین لایک سابسکرایب کامنت سپورت ازش میکنم دوستان عزیز دیگه باز در نیکس ویلوگ ملاو باشیم دیگه خدا یارو مددگار شم دیگه خداحافظ